معاون رئیس جماعت خسته‌ورز تاجیکستان هم‌مزد با نویه لیلک قرقیزستان مرزبان‌های کشور همسایه را به سر زدن تیرپرانی شام 12 اپریل متهم کرد. در این حادثه از دو طرف چند کس زخمی شدند. خدمات مرزبانی قرقیزستان برعکس مسئولیت را به دوش نیروهای تاجیکستان گذاشت. مقامات دو طرف روز 13 اپریل در منطقه بوربوردوک واخورده راضی شدند که نیروهای خود را از خط مرز به محل دائمیشان برگردانند و سبب و عامل‌های مناقشه اخیر را پوره می‌آموزند. مطلوبه جورابای و معاون رئیس جماعت خسته‌ورز مقام نخستین رسمی از جانب تاجیکستان است که تیرپرانی شام 12 اپریل را در سرحد با قرقیزستان شرح داد. تا این دم تمام کوشش‌ها برای گرفتن اطلاع از مقامات ولایت سوخت، نیروهای مرزبانی تاجیکستان و نهادهای دیگر بی نتیجه بود. خانم جورابای و روز چهارشنبه گفت وقتی سرحدبانان ما به خدمت مشغول بودند، سرحدبان‌های قرقیزستان خواستند گفت و شنید کنند. وقتی مرزبان‌های ما نزدیک میشوند آنها اول تیر میکشند. نظامیان ما تیر جوابی کشودند. در نتیجه یک مرزبان قرقیزستان زخمی میگردد. مقامات حفظ حقوق آمده آرام میکنند. این در حالی است که خدمات مرزبانی قرقیزستان شب 12 اپریل در اعلامیه گفت گویا سرحدبانان تاجیک طلب مرزبانان قرقیزستان را نادیده گرفته تخمینا 20 متر به درون سرحد قرقیزستان وارد شدند. جانب قرقیزستان گفته است به هدف آگاه کردن به هوا تیر کشودند و در جواب گویا مرزبانان تاجیک به سوی مرزبانان قرقیز آتش کشودند. در پی مذاکره تیرپرانی خاتمه یافت. مقامات قرقیزستان گفتند در تیرپرانی شب گذشته یک سرباز این کشور زخمی شده است. منابع رادیوی آزادی گفتند در تیرپرانی شام سه‌شنبه سرژنت ظاهر سید مرادوف 27 ساله از نویه دوستی ولایت ختلان مجروح شده است. وی از قفس سینه و شکم تیر خورده است. خبر دادن منابع رادیوی آزادی. معاون رئیس جماعت خسته‌ورز میگوید حال و وضع در منطقه های مرزی آرام است، هرچند بعضی از ساکنان میگویند از تکرار چنین حادثه ها نگرانند. مردم به تهلکه نیفتادند. این بار اول نیست. ما گروه تقریباتی داریم و مردم محله های نزد مرزی را آگاه کردیم که هوشیار باشند، میگوید مطلوبه جورابایو. جماعت خسته‌ورز نویه باباجان غفورov با نویه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان همسرد است. در این جماعت بیش از 62,000 کس زندگی میکنند. مرز در این منطقه پوره معین و علامت گذاری نشده است و از طرف تاجیکستان نیز بارها مرزبانان و شهروندان قرقیزستان را به غیر قانونی گذشتن از مرز گناهکار کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارند و تا حال بیش از نصف آن معین و نشانه گذاری نشده است. 10 کیلومتر خط مرز مورد بحث قرار دارد و هر سر چند وقت باعث سر زدن نزاع و زد و خوردها می شود. نزاع خونبارترین آخر ماه اپریل سال 2021 سر زد و 3 روز ادامه کرد. در نتیجه از دو طرف 10 نفر کشته و مجروح شدند. دو طرف همواره یکدیگر را به سر زدن نزاع گناهکار می کنند و وعده دقیق می دهند ولی نتیجه آن را آشکار نمی کنند.